بینندگان عزیز، برنامه نوید 7 روز است با مختصری مهمترین رویدادهای هفته از یارتیجه منظور شما. پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی روز 19 می در پی سقوط چرخبال که از آذربایجان شرقی به سوی تبریز می‌رفت همراه 7 نفر از همراهانش به هلاکت رسید. همراه ابراهیم رئیسی وزیر کارهای خارجه ایران حسین امیر عبداللهیان راهبر ولایت آذربایجان شرقی امام تبریز و چند نفر دیگر حضور داشتند. امام علی رحمان 22 می به ایران برای اشتراک در مراسم وداع و ادای احترام به سید ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران سفر کرد. مراسم جنازه در تهران برگزار گردید و رئیسی را در زادگاهش مشهد در حرم امام رضا دفن کردند. ابراهیم رئیسی 63 سال داشت و از سال 2021 پرزیدنت ایران انتخاب شده بود. نقشه دعوت بهاری جوانان به صف قواهای مسلح 100% اجرا شد، خبر داد وزارت مدافعه. ولی به اطلاع این نهاد فعالیت کمیسی‌های دعوتی تا آخر ماه می دوام می‌کند. مقامات زیاد شدن شماره شهروندان اختیاری و جوانپسران دارای معلومات عالی که خواهش شامل شدن به صف قواهای مسلح را دارند خوب ارزیابی می‌کند. در تاجیکستان دوام ماه اپریل و می دعوت جوانان سالهای تولد 1997-2006 به صف قواهای مسلح صورت گرفت. امام علی رحمان روز 21 می در یک صحبت تلفنی با رئیسان ولایت و چندی از ناحیه‌های کشور برای هر چه زودتر برطرف کردن عاقبت‌های سیل آبخیزی روزهای اخیر سفارش‌های مشخص داد. پرزیدنت از جمله گفت راه و پل‌های ویران شده برقرار کرده شده به مردم کمک‌های ضروری رسانیده شود، ضرر رسیده به خانه روزگار و زمین‌های کشتشان جبران گردد. در پی بارشات شدید روزهای 18 و 19 می در چند منطقه تاجیکستان سیل آبخیزی به قد گرفته شد که در نتیجه ده‌ها منزل استقامتی، زمین‌های نزدیک حملگی و زمین‌های کشت زیر آب و لای مانده‌اند. ناظر منطقوی وکیده در ناحیه قبادیان برای رویخط خدمت آلترناتیوی یا پولکی نام‌نویس کردن یک ساکن این ناحیه از پدر او پول گرفته است. این کارمند مقامات با گمان قلابی بازداشت شده است. او برای این کار 66,000 سومانی طلب کرده، بعد گرفتن پول عملا هیچ کاری را به منفعت آنها انجام نداده است. نسبت ناظر منطقوی با ماده 247 کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. موافق این بند قانون گمانبر و جزا در نمود جریمه به اندازه از 65,000 سومانی تا 105,000 سومانی یا محروم ساختن از آزادی به مدت از 5 تا 8 سال تهدید می‌کند. پس از 17 سال از تاجیکستان ورزشگر تاجیک سامان محمدبکov در چمپیونات جهان اوید به جدا سزاواری مدالی برنجی شد. سامان توانست ورزشگران فرانسه، نیدرلند، مصر و گرجستان را مغلوب کند. محمدبکov در مرحله بعدی از ورزشگر گرجی تاتا گریگالاشویلی مغلوب شد و مبارزه را برای مدال برنجی چمپیونات جهان ادامه داد. در مبارزه برای مدال برنجی سامان محمدبکov بر دیمیتری گاچیلایدزه از گرجستان پیروز شد. تیمور رحیموف جودوکار دیگری تاجیک از جودوکار ازبک علیشیر یوسفوف شکست خورد و با همین در چمپیونات جودوی جهان جای هفتم را صاحب شد. برنامه نوید 7 روز بود از یارتیجه خیر.